خداوندا خودت میدانی که این صدای ما برای چیست، غم و درد برای ما چیست. ریش ما را تراشیدند، حجاب زن را گرفتند، مسجد را بستند، مدرسه را بستند. با رادیوی آزاد تشکیل کرده قربانی نکنه. وای بر حال شما مسلمان، شرم نمیره، کارست نمیکنه شما. این کلام آزادی است. بگو این دموکراسی است، اسلام نگوید. آدم میمون بود دموکرات کمونیست بود، از دین ما نبود. تو بگو در قربانی درست نیست، دموکرات کرده. اسلام چی میگوید در قربانی آزاد قربان میکنه؟ هر کس قربان میکنه از واضح بود و روز قیامت ابراهیم خلیل اسماعیل ذبیح الله شفاعتش نمیکنه. در مدر واضح بود اسماعیل کسی نبود که در خدا قربانی فرمید. از فرزندش گذشت بود برای یک روز شده میکروفون آزاد تشکیل کرده قربانی نکنه 3-4 میلیون گفته. این شرم حیا نیست. با مسلمانان بیشتر به حیا ما در میکروفون مرمت میکنن. این کلام دین است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جل جلاله در سوره بقره آیت 248 می‌فرماید: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله منطلق بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. برادران عزیز، این ماه مبارک ما و شما یک ماه شنیدیم، این چی معنی دارد؟ ببین امتا پیغمبر بزن الله جل جلاله قصه طالوت هم در قرآن گفته است برای ما و شما. یک منجد آب کسی از این نهر فلان میخورد، یک منجد آب این در نهر میگذرن، آزو قصه شد بخورد. خدا گو از من نیستن. ولی امروز شیخونه و مستلا آزاد رمضان مردم سموسه خورده ایستادن. 8 میلیون مسلمان. کدام مسلمان؟ جهود مسلمان؟ خدای جهودا بیزار است. خدا محتاج ایمان تو نیست. فلما فصل طالوت بجنوده قال إن الله منطلق بنهر فمن شرب منه فليس مني إلى آخر الآية. أراد طالوت أن يحتمل الجيش. از تو جهاد میرفت حضرت طالوت با چند لشکرش 8000 میگذاشت. فلما خرج به وانفصل عن بلده جداش کرد و جاوز دیارا و کانوا 8,000 بود است. فیهم المؤمنون بودند و المنافقین بودند و الشجاع و الجبال بودند. همه گروه وجود داشتند. و تلفنات سخنهای من بگیرن مصفحه نمیدونست که با